از جذاب‌ترین لوکیشن‌هایی که میتونی عکس بگیری دقیقاً همین دیگه است. مثلا اوکی. بعد از این خونه ها هم میسازم. اینا امامزاده زغال سنگ. سفرهای علمی بچه های خوبمون خیلی قشنگه. عالیه صفوی عزیز. همه‌شون از زیبایی طبیعت به وجد اومدن. ماشاءالله. اینجا جایی که اسمشو گذاشتم بهشت، یه تیکی دیگه سوهچالم اینجاست. خب دوستان عزیزم، اقامت شب ما تو این کلبه قشنگ و زیبا با آرامش و منحصر به فرده. بیاین داخل بهتون نشون بدم. اتاق اونوره، اتاق خواب کنارش، اینجا هم آشپزخونه هست. بخوری چیزا میاد جذاب اون انداز که شب روشن شه. بازم دلت نمیخواد که بیاد؟ میتونه دلت نخواد؟ از سیب قبله راضی هست ندیدم؟